نایمان از من بدش میاد، اما هیچ اهمیتی نداره. شما امر کنی وارد لونه نایمان بتپرست میشم، اون جاسوسو واسه‌تون پیدا میکنم. آخرین فرصتته بایندر. جرکوتای تو قرارگاه. بایندر، تو هم پلی بین ما خواهی بود. هر طور شده وارد قرارگاه نایمان شد. میری جرکوتای رو پیدا میکنی و ارتباط بین ما و اون میشه. امر شماست. تو چه مهارتی داری؟ تیرانداز خوبی هستم. تو چی؟ آهنگرم. بینتون نجار هست یا نه؟ پس نجار لازم داری. چرا نجار لازم داری؟ تو به سوالم جواب بده. نجاری بلدی؟ نجاری انواع مختلفی داره. اگه میخوای قاشق درست کنه بلد نیستم، اما اگه کار بزرگیه بلندش کنید، پیش نجارا ببریدش، باقیشونم پیش آهنگرا ببرید. بلند شو، زداش سریع‌تر. بگو تندو. عثمان تمام نوکرایی که برای گشت فرستادیم و کشته. مرگ نوکرایی که عرضه زندگی کردن ندارن به من چه ربطی داره تندو؟ به خاطر این مزاحم غذا خوردنم شدی؟ خبر اصلی چیز دیگه است نایمان. صدامون برنگشتن. برمیگردن تندو، برمیگردن. شاید برنگردن نایمان بزرگ. منظورت چیه؟ عثمان توی بورسا بود. عثمان! عثمان! پس تکبار طرفش رو انتخاب کرده. اونا رو تو یک مزار دفن میکنم. هر کس کنارم نباشه به نابودی محکومه. برید! سلطانم بفرمایید. این اسامی چه کسانی عثمان بی؟ ما به زودی وارد این نبرد میشیم. اینا اسامی فرمانده هست. سلطانم، وقتی وارد میدان شدم نمیخوام این فرمانده ها مقابلم باشن. وقتی سلطان صاحب تخت دستور بده کی به حرف سلطان سابق گوش میده عثمان بی؟ نه سلطانم، یکی از ماهرترین آلپا کنورم کنارتون خواهد. اصلا نگران نباشید، با خیلی از این فرمانده ها همرز بوده. البته سلطانم وظیفه هممون دشوار، اما شما اگه تعدادی از فرمانده های والد سلطان رو همراه ما بکنید باقیشون راه درست رو پیدا میکنن. وقتی شمشیرها کشیده بشه فرمانده ها پشت سرت خواهند بود عثمان بی، نگران نباش. کسانی که در میدان جنگ مقابلتون هستن وقتی به قونیه برسید پشت سرتون خواهند بود. فردا روز سختیه. آلپا، همه جا رو خوب بگردین. میدونین دنبال چی هستین. هیچ جایی رو نگشته نذاری.
مادر، زنمو، اینجا چه خبره؟ اینجا چی میخواید خاتونا؟ مگه وارد قبیله دشمن شدید؟ این چه وضعیه؟ خودت بهتر میدونی چی میخوایم بینگ خاتون. اول بگید چی میخواید. اینجا کاروانسرای بین راهی نیست. اینو میخوایم بینگ. یه نفر مواد خام سکه ها رو عوض کرده. شما هم گفتید که کی این کارو میکنه ها؟ این کار فقط از بینگه برمیاداره؟ جای تعجبی هم نداره بینگ خاتون. قبلا علیهمون خیلی کارا کردی. اون قبلا بود مالهون خاتون. ما دیگه فامیلیم. اما چون یه خطایی کردم، شما هر مشکلی براتون پیش بیاد من مقصر میدونید؟ مادرم درست میگه. اینو باید اینطور میفهمیدین؟ ما دشمن نیستیم که اینطور به همون حمله کردید. این مسئله دولت آلچیچک. ما هم نمیخواستیم اینطوری بیاییم، اما مدارکی که پیدا کردیم ما رو به اینجا کشوند. مادر بینگه، جوابی داری؟ پیشانی من مثل شیر مادرم سفیده. من هیچ کاری نکردم. اجازه بده بگردن. اما اگه اشتباه کرده باشید، این لکم برای پیشانی شماست. آلپا! همه جا رو بگردی. بجنبید کار کنید. باید برای غذا عرق بریزید. تو به اینا کار یاد بده. بجان. پس دارین منجنیق میسازی. تو چرا بیکار وایسادی؟ برو کار کن. این منجنیقا پایان کارت میشن نایمان. نمیخوای چیزی بگی آک تیمور؟ اونا دارن وظیفه‌شون انجام میدن. چیزی نگو، فعلا صبر میکنیم. دیگه کافیه. ساکت نمیمونی. اما از الان بدون، بابای من مرده، فقط مادرم مونده. اگه چیزی که دنبالشن پیدا نشه، اگه بی خود به مادرم تهمت زده باشن، این بار ساکت نمیشم آک تیمور. اینو بدون. مالهون خاتون، آلپاتون چیزی پیدا نکرده. خواهیم دید بینگ خاتون، خواهیم دید. همه چیز واضحه. چیزی که دنبالشید اینجا نیست. منم ربطی به این کار ندارم. هر کس چیزی به شما